دیر نگذشته من 6 خط خود را خوانده ایستاده بودم که یک خلیگان قب زد و گفت چیایی؟ اوه تو با فلانی خط نوشته؟ مری جان؟ هی بچه ها بینی؟ حسین با فلانی خط نوشته. کوکلکوت بسته تگ لوبی گل دسته یارم به تو من دل بسته از عشقت مجنونی خسته. غم نخ برادر من خودم برده خطم میرسانم. نه نخ این کاره. یکی اون مرغای من گوش نکرده دوام برده خط در بین دگانه هاش عینای ما به همان دختر داد. دیگه نمیدونم دختر خودش چه خیلی حس کرد. شاید دگانه به حال او خندیدن و یا او را مزاح کردن. دیر نگذشته گپی خودم شد. خط ما درونده در سرم شپید و رفت. جورهام باشم به جای دستگیری کردنشان خود به حالم خندیدن. یکی دیرکتری مکتب آورد. دیرکتر کمتر گفت ما گفتم دیگه تکرار نمیشه به همین تمام. لیک هر وقتی که میدیدم شد دلم گم میزد.